میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیان آید همی. یاد دوستان یاد یاران، شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. زنده باد. چقدر مهربون و گوگلیه. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل پیفان میوزیک. خیلی خوش برگشتید عزیزان. قراره بریم به یک آهنگ بسیار جانانه گوش کنیم. پیمان داریم. پیمان تاریخی ایران و تاجیکستان با صدای فرهمند جان. امیدوارم که لذت ببرید. تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. حتما ما رو حمایت کنین. دمتون گرم. بله، به دوستاتون ما رو معرفی کنید، شیر کنید و این برای اون برای دور هم دیگه کلی پیشنهاد کنید. توی کامنت ها دونه دونه ریاکشن میکنیم، دقایق کیف میکنیم، گپ میزنیم، لذت میبریم. حاضرید؟ این پیمان نه از اون پیماناست، از اون پیماناست. پیمان پیمانه دیگه. پیمانش خیلی محکمه. اون دیگه میشه عهد. این همونه. عهد و پیمان ما. فرهمند کریموف. داستان داره. این فکر کنم برمیگرده به همون سفری که رئیس جمهور ایران تازگی فکر کنم داشته و اینا دیگه. پرچم رو ماشین اولیه لیموزین مرسدس بنز پرچم جمهوری اسلامی ایرانه و دیگه بله ملاقات رئیس جمهورا رو با هم خواهیم داشت. بله بریم ببینیم چی میشه. اینجوری هست. تیکای نانی سمرقندیست اندر خانی ما، گفتگو شیرین تر از قند است در ایرانی ما. رشته های مهر بستم، رشته ها زنجیر شد، رشته کوه از نباوند است در پیمانی ما. چقدر با محبتن، چقدر مهر و محبت رو ببین به شکل یک شعر در آوردن، به شکل یک موزیک. و ما در قبلها در پیفان از فرهمند جان دیده بودیم. کنسرت بود، اجرای زنده طور بود، ولی اینجا اومده یه آهنگ اختصاصی داده. شعر همون جوری که پریسا میگه پر از مهره. آره، فقط تصاویر خیلی به شعر نمیخوره. اینو برای مردم ایران خوندی داره. آره دیگه، یعنی میخوام بگم دو ملت انقدر به هم میتونن ولی خدایی آره مردم بالاخره رئیس جمهور نماد اون کشور حساب دیگه، عاشق همن. خلاصه من این عزیز رئیس جمهور تاجیکستان رو که میبینم جناب رحمان کیف میکنم. یه حس خوبی نه. همیشه هم سعی میکنن از اشعار استفاده کنن. حالا میخواد شاعرها در متولد خطه تاجیکستان باشن، خطه کنونی افغانستان یا ایران باشن، از اون زبان پارسی انتخاب میکنن. یه شعری از سعدی باشه، حافظ باشه، رودکی باشه، خیام باشه، فرقی براشون نمیکنه. من همین که عشق میکنه مردم تاجیکستان رو شاد ببینه خیلی دوستش دارم. یعنی تمام تلاشش رو داره میکنه دیگه. اینجوریه. قشنگه. ایشون هم که هستن دیگه آقای گل سرسفر. پیمانی ما هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، برتر از دیدار روی دوستان. تصاویرم از ایران انتخاب کردم. فهمیدی کجا بود که؟ نه والا اینجا رو که آره. اینو نمیدونی کجاست؟ نه. تو چجوری بچه شیرازی ولی نمیدونی این تصویر از شیرازه؟ این فلکه گازه. این خود فلکه گاز میدان آزادی شیراز. خیلی خودشه ولی بابا این اصلا شاید شکل میدونش رو تغییر دادن ولی اون نماد وسط خودشه.
یعنی من حاضرم این شرط رو بذارم که اینو اسکرین بگیریم به گوگل بدیم. پاساژهای پشتش آره نه نیست نه نیست. خیلی فلکی. این الان میره کجا؟ میره چنچنه؟ نه اون ورتره که میره، اون جلوتره. نه قربونت این چرا؟ نیست، این شیراز نیست. نه الان اگه گوشیم بود یه اسکرین شات میگرفتم. بله این گازو نه او بزده داره میچرخه. پارک آزادیه. این پارک آزادیه، این ورش پارک آزادیه، اونم که این ورم بستکی و خوراکیای خوشمزه. ولی من به نظرم میدون آزادی همون فلکه گاز فلکه شیرازه. گاز پایینش این شکلی نبود، اصلا فضا نبود که تو بخوای، یعنی انقدر تغییر کرد تو این 10 سال. نمیدونم تو چجوریه تصورت، ولی من تصورم همینجوری بود. ستونی بود از بالا آتیش میومد، پایینش این نبود. داشت اونو که داشت. میتونستی بری روش؟ آره بعد سرچ کن میبینیم. خلاصه ببخشید ما دعوا میکنیم، شهرمون زادگاهمون بود گفتیم بگیم. راز میدان شفیار زبانی پارسی را نختی جان پرورده یک چناری ریشه پیوند است این ارکانی ما در دل تهران دوشنبه است ما را جان ماست عشق ایران خفته اندر گوشه ایمانی ما میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی زیر پایم پرنیان آید همی، یاد دوستان یاد یاران. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوست. زنده باد. چقدر مهربون و گوگلیه. اصلا میگم قیافه‌شونو که میبینی، اکتشونو که میبینی، سخنرانی مختلفش، حالا توی جای مختلف ما ریاکشن داشتیم شنیدیم. آره. بسیار آدم مشخصا دلسوز مردم و خاکش رو خیلی دوست داره. حالا دیگه بالاخره هر سیستمی و نظم سیاسی نقص‌هایی هم داره، همه جای دنیا داره، ولی آدم کیف میکنه اونی که احترام میذاره به فرهنگش. آره و اتحاده خب خیلی قشنگه دیگه. کاش دستش باز بود دوستمون. آره این جناب پزشکیان یکم دست و بالش بسته است بنده خدا. وگرنه اینم عالمی داره برای خودش. با براو نه براو نه برتر از دیدار روی دوستان هیچ شادی نیستن در این جهان برتر از دیدار روی دوستان دارم هستی برتر از دیدار روی دوستان برتر از دیدار روی دوستان. آهنگ تم حماسی خیلی شیکی داشت. فوق‌العاده بود. پیمان ما از فرهمند جان کریموف فوق‌العاده بود. چه صدایی، چه اوجی، چه اجرایی. اینجوری هست. خلاص فوق‌العاده بود. پیمان ما که بوده هست خواهد بود، قوی تر خواهد شد روز به روز بیشک. چقدر هم جای بیرق افغانستان و اینها سبز بود اینجا، خیلی خالی بود ولی حسابی لذت بردیم. ما خودمون میدونیم که این سه کشور یکی هستیم، یک دل هستیم و این اتحاد خیلی قشنگه. لذت بردیم و کیف کردیم. امیدوارم شما همراه ما بیننده بوده باشین، ولی اون فلکه گاز شیراز یا همون میدان آزادی شیراز بالا نبود. قربونتون بشم. قربون شکل ماهتون باش، به کله هاتون حمایت فراموش نشه. خدا نگهدارتون.